سلام. به اولین جلسه از آموزش فیزیک دهم خوش اومد. توی این ویدیو میخوایم ببینیم مثلا فیزیک چی هست، به چه دردی میخوره و چرا یکی از مهمترین علوم دنیاست. فیزیک علمیه که رفتار ماده و انرژی رو بررسی میکنه. یعنی چرا اجسام سقوط میکنن، نور چطور حرکت میکنن، صدا چیه، گرما چطور منتقل میشود. پس فیزیک زیرشاخه‌هایی داره به اسم نور، صدا، گرما، حرکت و نیرو. حالا چرا اینقدر این مهمه؟ چرا علم فیزیک اینقدر مهمه؟ چون که در زندگی روزمره‌مون خیلی باهاش سر و کار داریم. مثلا وقتی هواپیما پرواز میکنه، وقتی گوشی یا موبایل شارژ میشه، یا حتی دیدن رنگ ها هم برمیگرده به نور و فیزیک. خیلی ها فکر میکنن فیزیک فقط فرمول حفظ کردنیه، اما اصل فیزیک درک مفهوم و تحلیل ذهنیه، نه صرفا فقط حفظ کردن فرمول. به علاوه تحلیل. توی این فصل قراره یاد بگیریم اندازه گیری چیه، یکاها چیان، خطا یعنی چی، چطور واحدها رو تبدیل کنیم. این جدولی که میبینی بهش میگن جدول SI که پایه فیزیک است. البته هنوز کامل نیست. نماد، یکا و نوع کمیت ها مونده که در ادامه ویدیوها حتما همراه من باش تا کاملش کنیم و توضیحات بیشتری دربارش بدم. 7 این کمیت ها رو هایلایت کردم به خاطر اینکه اینها کمیت های اصلی هستن، یعنی اینکه بقیه یکاها از روی این یکاها ساخته شدن. اگه این جدول خوب متوجه بشیم دیگه بقیه مباحث واسمون مثل آب خوردن. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی. اگه سوالی داری حتما تو کامنت ازم بپرس و فراموش نکن که ویدیوهای بعدی درباره کمیت فیزیکی و یکاها خواهیم صحبت کرد. پس حتما سابسکرایب کن و از دست نده. بزن بریم برای یادگیری فیزیک. آسان‌تر از چیزی که فکرشو کنی.